دوستا سلام. امروز آمدیم با یک موضوع جدا و متفاوت. بنده امروز هم به خدمتتان حاضر شدیم. موضوع ما امروز موضوع بسیار عادی اما بسیار مهم است که آوردیم به شما تقدیم کنیم. موضوع بسیار مهم حیاتی است. واکسینیشن در افغانستان. واکسین چیست؟ به خاطر کدام امراض است؟ چند نوع واکسین داریم؟ به کدام مقطع تطبیق میشه؟ چه عوارضی داره واکسین؟ در تعریف واکسین گفتن که واکسین عبارت از محصولات بیولوژیکی است که از میکروب های زنده ضعیف شده یا کشته شده و یا توکسین های بی ضرر ساخته شده است که قابلیت تولید مرض ندارند، اما صرف وظیفهشان تنبیه کردن سیستم معافیت بدن ماست. سوال دیگه ما این بود که به کدام امراض است؟ ما چند نوع واکسین داریم و به چند نوع مرض؟ دوستان ما به 10 نوع مرض در افغانستان واکسین داریم. وقتای تعیین شده خودش باید تطبیق شود. و چند نوع واکسین داریم؟ خب گفتیم 10 نوع مرض، اما واکسین های ما 10 واکسین نیست، 7 یا 8 نوع واکسین است که واکسیناتورهای عزیز ما، همکارای عزیز ما تطبیق میکنن. امراض مورد هدف پروگرام معافیت کتلوی برش میگن. 10 نوع مرض است دوستا. مرض سل یا توبرکولوز است، پولیو یا فلج اطفال است، دیفتری، تیتانوس، سیاه‌سرفه، سرخکان، هپاتیت بی، سینه و بغل یا نموکوک، هیموفیلوس انفلانزا و روتا ویروس است دوستا. 10 نوع مرض. وقت واکسین مهم است دوستا. کوشش کنین اطفال نازنینتان از 24 ساعت اول تولد تا 1.5 سالگی واکسین کنین. واکسین وقتهای خاص خود داره. در 24 ساعت اول 3 واکسین طفل میگیره. کوشش کنیم که همین واکسین از پیش ما نره، به خاطر که امراض بسیار مهم در این قسمت واکسینش ما تطبیق میکنیم. مثلا مرض توبرکولوز که در 24 ساعت اول تا 1 سالگی ده تا آخر 11 ماهگی ما این واکسین رو تطبیق کرده میتونیم. و واکسین دیگه ما هپاتیت است دوستا، هپاتیت بی یا زردی سیاس که در 24 ساعت اول میتونیم تطبیق کنیم که اگر 24 ساعت دیر شد دیگه خلاص است، وقتش تمام میشه. اگر طفلکتان در خانه به دنیا میاد، کوشش کنین که در 24 ساعت اول تا کلینیک یک زحمت میشه ببرینش واکسین کنین. با واکسین دیگه ما دوستا پولیو است یا هم فلج اطفال، یا 14 روز وقت داره. واکسین دیگه ما واکسین 1.5 ماهگی است دوستا، دیگهش 2.5 ماهگی است. واکسین دور سوم ما 3.5 ماهگی می باشه و واکسین دور بعدی ما دوستا در 9 ماهگی است که تا 9 ماهگی را 5 بار طفل خود واکسین میکنیم. فعلا ناگفتن نمونم که خوشبختانه طفل ما قبلا تا 2 سالگی را میتونستیم واکسین کنیم تا آخر 23 ماهگی که هم 2 سالگی میشه، اما فعلا میتونیم تا 5 سالگی را طفل واکسین کنیم. اگر اطفال نازنینتان که میفهمین 2 سال بالا رفته و واکسینش هم نشده، ببرین واکسینش در یکی از کلینیک‌ها تطبیق کنیم. تا 5 سالگی را واکسینش تطبیق میشه. کوشش کنیم که تطبیق کنیم، به خاطر که گفتیم واکسین وظیفه وقایه از مرض داره. از این 10 مرضی که ما براتون نام گرفتیم، واکسین طفل ما را وقایه میکنه که مرض نگیریش. موضوع دیگه ما عوارض واکسین است. عوارض نرمال واکسین ما داریم دوستا. خب گرچه که واکسیناتورهای عزیز ما، همکارای عزیز ما در زمانی که واکسین میکنن وظیفهشون است که میگن کدام عوارض نرمال که نزد طفل به وجود میاد، ایره برشان میگیم. خب باز هم براتون یک بار یادآور میشم دوستا. وقتی طفلک واکسین میشه، طفلک تب میکنه، طفلک نارام میباشه، طفلک جای واکسین سوزش و سرخی و پیچیدگی پیدا میکنه، کوشش کنیم بر 1 روز یا 2 روز میباشه کدام شربت تاو یا استفاده کنیم، طفلک خود آرام نگاه کنیم و این یک چیز نرمال است. کوشش کنیم که از این فرار نکنیم. این روزا ما میبینیم خانمایی که در کلینیک میان که خاله چرا واکسین نکردی، میگن والا طفل ما ناآرام میشه، طفل گریان میکنه، طفل تاو میکنه. خاله جان این چیزهای بسیار نرمال است، شما از واکسینتان حتما تطبیق کنین. اگر از این قبیل ویدیوها خوشتان میاد، میتونین با لایک کردن صفحه ما، شیر کردن و کامنت ماندن حمایت کنین. شما را به خداوند یکتا میسپارم. سلام.